آقا میگن یه روزی 4 نفر نشسته بودن یه جایی آتیش درست کردن، یه ماری انداخته وسط که بسوزه. یه آدم ساده ای رد میشه با چوب میاد این مار رو نجات میده. آقا تا مار رو نجات میده، مار میپیشه دور گردن این که اینو بزنه. یارو برمیگرده میگه جواب خوبی بدیه. مار میگه بله که بدیه. میگه حداقل از 4 نفر بپرسیم بعد بزن. آقا میشه هر کی میرن میگن بله جواب خوبی بدیه. تا مار میاد بزنه یهو مرد یه دونه روباه میبینه، میگه از اینم بپرسیم، اگر اینم گفت بزن دیگه، چاره ای نیست. آقا میرم چه روباه میگه من باید عملی ببینم چه اتفاقی افتاده. آقا مار تا از گردن این باز میشه میاد پایین، روباه میگه بنداز آتش این قرم ساقو، جواب خوبی بدیه. حالا واقعیت زندگی ما هم اینه، شما یکی از آتیش نجات بده، موقعی که خودشو بشناسه و اولین نفری که بدی کنه خودت تویی. من ندیدم این اتفاق نیفته، واقعا همینه.